سال 1304 شمسی دود سلطنت قاجار در آسمان تهران محو می شود. ایران کشوری آشفته، متفرق و در آستانه فروپاشی. در چنین فضایی مردی با یونیفرم نظامی و چهره‌ای سختگیر بر تخت قدرت می نشیند. رضا شاه پهلوی. او مأموریتی بزرگ در ذهن دارد: ساختن کشوری نو، ایرانی تازه، متحد و دارای هویت ملی. اما این هویت چگونه ساخته شد و چه نیروهایی پشت آن بودند؟ ایده ملت‌سازی و الهام از غرب. در آغاز قرن 20 جهان درگیر موجی از ناسیونالیسم بود. در آلمان ویلهلم دوم از نژاد و تاریخ آریایی سخن می‌گفت. در ترکیه آتاتورک خلافت عثمانی را منحل کرد و ملت مدرن ترکیه را بر اساس زبان و تاریخ باستانی بنا نهاد. رضا شاه و اطرافیانش نیز در همین مسیر گام گذاشتند. آنها با تأثیر از روشنفکرانی چون میرزا ملک خان، تقی‌زاده و برخی اعضای لژهای فراماسونی اروپا به این باور رسیدند که ایران برای پیشرفت باید به گذشته‌های پیش از اسلام بازگردد. آنها می‌خواستند ایران را دوباره از نو تعریف کنند، بر پایه تاریخ باستان، اسطوره‌های آریایی و تمدن هخامنشی. انجمن ایران باستان و بازنویسی تاریخ در سال 1312 انجمن ایران باستان تأسیس شد. مؤسسه‌ای که به ظاهر هدفش پژوهش و حفظ آثار تاریخی بود، اما در عمل نقش مهمی در بازنویسی تاریخ ایران ایفا کرد. در همین دوران دولت پهلوی با همکاری شرقشناسان غربی چون ارنست هرستفلد، آرتور پوپ و جکسون به احیای نمادهای باستانی پرداختند. از بازسازی تخت جمشید تا برگزاری جشن‌های باشکوه در پاسارگارد. همه در خدمت خلق یک گذشته باشکوه برای ملت جدید ایران بودند. در این روایت تازه کوروش شد پیام‌آور آزادی و ایران سرزمین نژاد برتر آریایی، زرتشت مظهر خرد و اخلاق. شعار رسمی که زمانی تکرار می‌شد: ما ملتی هستیم با 2500 سال تمدن، نه 400 سال. حذف هویت‌های اسلامی و عربی. اما هر اسطوره سایه‌ای هم دارد. در این پروژه بخش بزرگی از تاریخ ایران عمدن کنار گذاشته شد. در مدارس و کتاب‌های درسی دوره اسلامی عصر انحطاط نام گرفت. واژه‌های عربی در زبان فارسی ممنوع شد و تاریخ اسلامی ایران تنها به عنوان وقفه تاریک معرفی کرد و گذشته درخشش باستان. این بازنویسی نه فقط فرهنگی بلکه سیاسی بود. چهره‌هایی چون فردوسی، خیام و ابوریحان در قالبی نژادی و غیر مذهبی باز تعریف شدند و حتی نماد ملی از شیر و خورشید اسلامی به شیر و خورشید باستانی تغییر کرد. پیوند با سیاست‌های جهانی و نازیسم. در همان سالها اروپا زیر سایه نژادپرستی‌های نازی‌ها بودند و ایران برای حفظ روابط خود با آلمان هیتلری خود را کشور آریایی معرفی کرد. در مکاتب رسمی وزارت خارجه آمده بود ایرانیان از نژاد آریایی اند، نه سامی، و با ملت آلمان پیوند نژادی دارند. باستانگرایی در ظاهر فرهنگی بود، اما در عمق بخشی از سیاست بین المللی و بازی‌های قدرت بزرگ به شمار می‌رفت. نقش روشنفکران و لژهای فراماسونی. در پشت صحنه روشنفکرانی چون ملک خان، مشیرالدوله و حسن تقی‌زاده که با اندیشه‌های فراماسونی و اصلاح طلبی غربی آشنا بودند، در شکلگیری این هویت
نقش مهمی داشتند. فراماسونری در ایران از دوره قاجار آغاز شده بود، اما در اصل پهلوی از یک شبکه فکری به ابزار سیاست و فرهنگی تبدیل شد. نمادهای ماسونی در بناها، طراحی‌ها و نشانها و حتی آموزش مدارس به شکل پنهان یا آشکار دیده می‌شد. فراماسونری در اینجا به معنای شبکه‌ای بود که باور داشت با نور عقل و تمدن غرب می‌توان جامعه‌ای نو آفرید، اما در عمل به ابزار توجیه قدرت دولت تبدیل شد. در دهه 1310 تاریخ رسمی کشور در حال بازنویسی بود. گذشته‌ای طلایی خلق شد تا حال سیاسی را مشروع کند. دکتر هما سلطانی در پژوهش خودش می‌نویسه آنچه در عصر رضا شاه ساخته شد تاریخ نبود، بلکه روایتی سیاسی برای ایجاد وحدت و کنترل فرهنگی بود. ایران در این دوران نه به عقب بازگشت و نه به جلو رفت، بلکه تاریخ را بازنوشت تا حال را بسازد. پروژه ایرانگرایی یا پهلوی میان دو مرز ناپدید حرکت می‌کرد، میان افتخار ملی و مهندسی ایدئولوژیک. از یک سو بازگشت به گذشته غرور و انسجام ملی می آورد، اما از سوی دیگر بسیاری از لایه‌های فرهنگی، مذهبی و مردمی را به حاشیه می برد. تاریخ را می توان بازخوانی کرد، اما نمی توان از نو نوشت بدون آنکه حقیقت را قربانی کرد. کوروش حالا دیگر فقط در سنگ نوشته های پاسارگاد نبود. او به آینه‌ای تبدیل شد که قدرت خود را در آن می دید. به هر حال ممنونم تا اینجای کار با ما همراه بودید. برای حمایت ما لایک و سابسکرایب یادتون نره. این میتونه برای ما کمک کنه این ویدیو به کسای بیشتری پیشنهاد بشه. تا درود دیگر بدرود.